من 5 سال آشخانه کار کردم. من دویم سال است که صاحب کار هستم و آپشن پول جمع کرده دویم توچکه کشوده در رایون شهر نو، اما پیشروی خیلی کم هست. من چیکار کنم؟ تو از اول آشخانه کار کردگی ویدیوهای من گوش کرده استلاب خودش نکشودگی بعد از همین خیلی فهمیدم پکرای نمیری این یکم کار کرده پول جمع کرده دویمش کشودگیش در شهر نامه در دیگه اونجاها نیکی دویمش با کار نغز نرفتن است. چیکار کنم؟ دویمش با کار نغز نرفتن است حساب کمانده اسلامه، یکمش نغز رفتن است حساب خودتون هستید. وقتی که شما دویم سوم میکشید پیش از اون که دویم سوم کشید اول کادر تیار کنید. تا کادر تیار نکنید دویم نکشید. اگر نه دویم کشید اگر این رشیدنی نه رسپلینی میشد. اگه توجیک با رسپلینی چی میشه؟ پراکندگی. نگاه کنید ما گمان میکنیم دویم سوم چهارم پنجم کشودم گمان میکنیم، نه که در حقیقت شما خراجات زیاد کردید، پرابلم زیاد کردید. خاطر نبرید که همین توچکه نو یا که نوی بیزنس это новый проблемы. توچکه نو پرابلم های نو کی فهمی؟ برای همون پیش از اونه که توچکه نو میکشید شما سه تا چیز تیار کنید بعد کشوید. یکم کادر تیار کنید اول. کادر تیار کنید رزرونی کادر زیادتی بودنش در کار اول کادر تیار کنید. دوم رزرونی деньги پول زیادتی بودنش در یک قسمت مبلغ обязательно بودنش در کار. این به حد ضرور. اگر که شما услуга فروشه من چایخانه مثلا یا که کافه і так далее همین دو تا باشد شاید. اگر شما торговля هستید مثلا مغازین لباسا دارد مغازین خوراک دارد سیومش اونجا هست که شما میبینید که استاتکی بار به حد بسیار شده. همین مغازین سودا کردن استاتکی بار به حد بسیار شد، کمتر پول جمع شد، کادر اضافه دارد سراز دویم توچکه کشید. چی با که این نشونه است که شما تیار هستید. اگر که هر سیتش نباشد دویم مغازین سوم مغازین نکشوید. استاد من میخواهم فرزند کلانم رو در مکتب اکسفورد سپارم. دودیله شدم که من در دوشنبه زندگی میکنم، پسرم در خوجند زیق شود یکی نیستد، از این میترسم که و صنف یکم یا هفتم نمیدونم یکم باشد دهم ندهم در اینجا علاوه پداگوگ میخواهد. استاد التماس جواب دید اگر صنف یکم باشد رای نکنید. چون که صنف یکم با زیق میشه توچ نزیق میشه. اقلا از صنف سه بالا ما کودکا خطی کار کردگی ما همین درسای خودم با اگر 10 ساله پایین نگیریم مثلا ما دولت‌های دیگه با مثال پدر و مادر رای میکنن ما 12 روزه درس داریم 10 ساله 9 ساله 8 ساله گیریم زیق میشه 3 روز پس یک هفته پس گیره با میدارد باشم مبارد گفته از 10 ساله بالاش نرمال نه. ما خوابگاه هم داریم در خوجند، خوابگاه هم داریم، چیز هم داریم در درون همون مکتب ما. باز با شرایطش بهکرده استودیم روز باور کنید. یک چیز میگم شما با همین هم پارتنرای من هسته کره پارتنرای من اومدن کره من بردم و نشون دادم لیوکان گرمخانه ما با بردم سپتامین نشون دادم اشت باخوم نشون دادم دیگه همه بیزنس ها نشون دادم بعد برده همه مکتب اکسفورد نشون دادم. وقتی که مکتب نشون دادم گشته صنفا منینش خیمی منینش بیولوژی منینش خیلی منین بیبلیت هم بیبلیتیک بروما گیره کرد وای آدم 70 به بروما دیگه آدم گیره کرد گفت که من شاهد اونم که همین یوژنی کره چه خیلی دولت گفت حوز همین دولت شما 30 سال پیش کره گفت 40 سال پیش کره همین خیلی بود 30 سال 40 سال پیش سال 92 ما همین خیلی بودیم گفت همین گفت حاضر من اینجا دیده جوانی من پیش نظر من جوانی من کودکی من بعد گفت که همین مکتب که دی گیره که گفت که همین خیلی مکتب ها گفت تقدیر کره ساختن من همین مکتب ها ساختن گفت همین خیلی مکتب ها پیدا شد و بعد مردم ما یاد گرفت و بعد خلق ما پیش پا برفت. گفت ما شاهد همین بودیم گفت که ما گفت اویلا با 8 فرزندیم 8 فرزند من یک تا معلومات عالی دارم چون که اهالی ما کم بغل بود ما همه دادر و خواهرم در زمین کار کردن و یک تا من خونوندن توانستن چون که شرایط کودکی ما هم کم بغل بودیم همون سالا ما هم نمیتونستیم برای همه 8 کس یک کس خواننده همه مهنت کردن کار سیو کردن و نیکی من خواننده. برای همون وقتی که من چیز دیدم همه خیلی در دلم وای شد که اپای گیره کرد
برای همه قدر من گفتنی هستم که من چند تا اویلای هست که همین دوشنبه فرزنداشون در مکتب ما میخونن. یک کس ما بنفسیست که 3 تا فرزندم در مکتب شما میخونن معلم جان. وقتی که کودکا گفتم که بیاید در دوشنبه میخونید همش گیره که من نمیرم. فرزند شما یک ماه در مکتب من خونه دیگه اصلا نمیبره در مکتب. باور کنید پیشش کنید نمیبره. چرا که مکتب ارزو است. это школа мечты. و من با همین مقصد همین خیلی ساختگی که это школа мечты و در درون وای که میگره فرزند شما خودش الیت حس میکنه، فرزند شما خودش توانا حس میکنه و میدونید که همین چه خیلی که بدن آدم بو میکند و بوی موفقیت دارد و بوی ثروتمندی دارد. اینا زبان خطی گفتن نداره و لذت کیفیات موفقیت میفهمد و در مغزای بدنش در مزگی کسته جو میشد که و دیگر کردن نمیشد. باور کنید یک تا من شاگردم هستن کبیر جان، من همینجا بودم دیدم من کبیر جان من میپرسید من همین فرزنداش در مکتب من میخونن 3 تا فرزندش میبرد. اون سال یکم ما صنفای بالای نمیگرفتیم، صنفای 11 نمیگرفتیم، حاضر میگیریم صنفای 11 نمیگرفتیم. سال یکم این میبرد و همین فرزند خوردش مکتب ما میموند. بعد میگفت که خیلی فرزند کلونش دیگه جمونه میگفت چون که ما مکتب ما نمیگرفتیم صنفای 11. 2 روز همین پسرچی همین مکتب پسرچتونه پسرچه دختر آبشم 2 روز رفتگی بعد این اپای کلانش به جا نمیآمد. میگه که بیا دیگر مکتب من نیافتم گشته میریم دوشنبه. همگی 2 روز رفتگی مکتب. درست هر دو این گیره بمیره که می جا نمیریم. ما جو نمیریم همینجا میسته همه خیلی نه. من رفته پرسیدم آدم خودشون میگن شما بچه که فرزندای اینا هست روسیه بسیار بچه ها فرزنداش مکتب من روی کردن. چرا میگن که ما اکن برابر منتالیتی ما دیگه منتالیتی ما ارزش های اولوی دارد، حرمت احترام دارد. میدونی من چی به خوجان به مکتب من ساختم؟ خوجان درآمدش نسبت دوشنبه پست بچه نه که آدابش پیش. من شما باید قدر کنیم، ما باید یاد گیریم این چیزا. به حد با آداب مردم من حواس میکنم، راست دیگه من حواس میکنم فرزندای ما همون خیلی آداب داشته باشد و آداب یاد گرفتن در کار و به حد ضرور این چیه. من شما باید قدر کنیم هر این به حد ضرور. وقتی که من به مکتب کشتم همین فکر شما با достижение, образование, воспитание. دقت کنید موفقیت، علم و تربیت کدومش در جای یکم میستد؟ همین آدم به علم موفق شدن میتاد؟ نمیتاد. آدم به تربیت علم دادن میتواید؟ نمیتونید و نمیشد. من خواستم که جمع کنم ده و محیط آدم تربیت میکند. همین منم خوجان برفته به صبر شدم. باور کنید نه؟ چرا که من به حد ما مردم از کوهستان کلان شدگی هستیم. کوهستانا به حد جهلند، به حد غرورشون بلنده، به حد تیز ما خاراکتر ما. اونجا تو автомат هم وزمین میشی. چرا که محیط از صبر با صبر بودن خوبه. این نشونه باقلیه برای ما. هر یک چیزی که همین تقدیر با چیزی که همین چیزی که کنیش نقطه نگاه بیزنس ما ضرر دیده استودیم. حساب چی که درآمد مردم خوجان پست است نسبت درآمد مردم دوشنبه با اهالی کم است. نه که استراتژی چیزی که من فکر میکنم. من خواستم یک مکتب سازم که در حقیقت نتیجه تیاد. دویم مکتب اینوواسیون مکتب من در دوشنبه میکشم. ان شاء الله شما دستگیری کنید من میکشم دعا کنید. ما خدا خواهد 10 تا مکتب بهترین در تاجیکستان انشالله من ندارم کنم. این اکسفورد یکمش فقط در دوشنبه من مکتب انشالله من میخوام که یونیورسیته بیزنسی و اینوواسیون سازم. این من یونیورسیته بیزنسی اینوواسیون. چون که این به حد ضرور کادر در کار، کادرای بقوه در کار.